الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. ریاض الجنه. روزانه هزاران زائر و نمازگزار با فرهنگ‌ها و زبان‌های مختلف مسجد نبوی شریف را زیارت می‌کنند. همه زائران این حرم شریف در فضایی سرشار از امنیت و آرامش و به امید کسب پاداش و رضایت الله متعال نسبت به ادای نماز در این مسجد مبارک حریص هستند. زائرین نمازهای فرض را در گوشه و کنار حرم ادا نموده و سپس برای ادای نمازهای سنت و نفل در روضه شریفه تلاش می نمایند. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: بین خانه و منبر من باغی از باغهای بهشت است. هنگامی که نمازگزاران از ادای نماز فرض فارغ می شوند، برای ادای سلام به سوی قبر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و دو یار وفادارشان ابوبکر صدیق و عمر فاروق رضی الله عنهما می روند. از این رو روضه شریفه مورد توجه و عنایت خاص اداره کل امور مسجد نبوی شریف است. این اداره تلاش می کند تا کلیه امکانات خود را برای آرامش و آسایش زائران و عدم ازدحام در این اماکن به کار بندد. لذا نهادهای وابسته به این اداره سعی دارند تا رفت و آمد زائران در این اماکن را تنظیم نمایند. یکی دیگر از وظایف اداره کل امور مسجد نبوی شریف آماده ساختن بخشی از فضای روضه شریف جهت استفاده نمازگزاران خواهر است که در هماهنگی با بخش بانوان و با رعایت عدم اختلاط با نمازگزاران مرد صورت می‌پذیرد. اداره کل مسجد نبوی شریف ساعات مشخصی را برای دخول بانوان به روضه شریفه تعیین نموده که به شرح ذیل است: وقت اول از زمان طلوع آفتاب تا نماز ظهر، وقت دوم فاصله بین نماز ظهر تا نماز عصر، وقت سوم بعد از نماز عشا تا ساعت 12 شب که این زمان در ماه مبارک رمضان تا ساعت 3 صبح ادامه می‌یابد. در بخش شرقی مسجد نبوی شریف مسیرهای خاصی جهت دخول بانوان به روضه شریفه تعیین شده است که از طریق آن می‌توانند وارد روضه شوند و برای حفاظت از سلامتی زائران و جلوگیری از ازدحام در روضه مسیرهای خاص برای دخول و مسیرهای دیگری برای خروج بانوان آماده شده است. اداره امور نظافت مسجد نبوی شریف فرش‌های دست بافت فاخر و ارزشمندی را جایگزین فرش‌های قدیمی کرده است که این خود نشان از توجه ویژه اداره کل امور مسجد نبوی شریف به این مکان مبارک و زائران آن دارد. اداره امور نظافت مسجد نبوی شریف روزانه 6 مرتبه فرش‌های روضه شریفه را تمیز نموده و آن را با گلاب معطر می‌سازد. اداره کل امور مسجد نبوی شریف به این خدمات ملموس بسنده نکرده، بلکه از پژوهش‌های علمی پیرامون روضه شریفه حمایت نموده است. از جمله این پژوهش‌ها بررسی اسباب شلوغی و ازدحام در روضه شریفه است. هدف این خدمات ارائه شده از سوی اداره کل امور مسجد نبوی شریف آسایش زائران مسجد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است و گواهی است بر خدماتی که دولت خادم حرمین شریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود حفظه الله برای آسایش حجاج به آنان تقدیم می کند.
أشهد أن لا إله إلا الله.